خب بچه ما مرز رو رد کردیم. مرز گرجستان فقط یه مسئله که داشت، اولش که فضای خیلی چیزیه، فضا خیلی فضایی که اصلا پیاده نمیشی، اذیت هم نمیشی. از ترکیه که راحت خروج میکنی و اصلا چکت هم نمیکنن، کاری ندارن مثلا اون داستان ایران، ولی خب خیلی مکانیزه، پیاده نمیشی هم ماشین، صف وای نمیستی به اون شکل. کلا یه رو 20 دقیقه هم طول نکشید خروج از ترکیه. اومدیم وارد مرز گرجستان که شدیم، پلاک ایرانیه که دیدن گفتن برید اونور. پاسا رو چیز کردن، پاسامون رو گرفتن، دابل چک کردن، اصلا هم نگشتن، فقط گفت چیه عقب و بهش نشون دادیم و اصلا هم نگشتن. همون ماشین همین ماشین سگی هم آوردن و یه بویی کرد و رفت. دید خیلی اهل عمل نیستی و رفت. چه قاچاق نداره. فقط پاسا رو گرفتن، دابل چک کردن، یه یوروبی معطلمون کردن به خاطر همین، وگرنه نه اذیتی نه سوال خاصی نه چیزی. گفتن برین، ولی خب به هر حال داریم توی کشوری زندگی می‌کنیم که پاسش تقریبا میشه بی اعتبارترین پاس دنیاست دیگه. وقتی پاس قهوه‌ای دارید بعد این چالش‌های این شکلی دارید، بی احترامی رو می‌بینید. حالا اینا که بی احترامی نکردن، ما فقط پاسامون رو گرفتن رفتن، یه رو نشستیم دابل چک کردن گفتن برید، یا حتی نگشتن. ولی به هر حال این پاسمونه. خاصیت پاسپورت ایرانی اینه که هر جا میرید یه ذره سیستمتون با بقیه دنیا فرق داره دیگه، چیز خاصی نیست. ولی خب میگم اصلا مثل ایران اذیت نمیشید، همه چیز کاملا الکترونیکی مکانیزه، میاید رد میشید. ماشین هم نه از ایکس ری رد کردن نه ریختن بیرون، فقط گفت چی داری؟ گفتم لوازم کمپ دارم. گفت تو گرجستان نمیتونی کمپ کنی. گفتم میدونم، یه شب میمونم و میرم. و دیگه اومدیم و مدارک و پاس مهر ورود و یا علی مدد بزنیم بریم سمت باتوم. Fahr mit Hassan und Ali auf Schnaps und Bacardi zu ner 80er Party. Red nicht von an, der Beat geht babam babam. Beste Ware aus Amsterdam. Easy easy, tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Easy easy, tamam tamam. Okay. دوستان ما وارد کشور گرجستان شدیم، اومدیم شهر باتومی که شهر ساحلیه، خیلی هم اتفاقا سرزنده و باحاله. اما تو قدم اولی که ما اومدیم توی باتومی چیکار کردیم؟ قدم اول این بود که بریم سیم کارت بخریم. سیم کارت خریدیم. واحد پولشون لاریه که هر لاری حدود مثلا 19000 تومانه. 19 لاری دادیم، یه سیم کارت خریدیم و 10 لاری هم اینترنت شارژ کردیم. حالا اینترنتش بود، اما مسابقه چند روز می‌مونی؟ گفتیم مثلا 3-4 روز. گفت یک هفته Unlimited اینترنت بدون محدودیت 4.5 جی و سرعت خیلی خوب. خریدیم کلا 25 لاری و اومدیم هتلی که بوک کرده بودیم. هتل ما هتل پیازا فور کالرز که خیلی هتل باحالی. بیاین اصلا توش بهتون نشون بدم. بیاین توش بهتون نشون بدم. این هتل‌های باتومی کلا لابی مابی ندارن، خیلی انتظاری از لابی نداشته باشید. لابی‌های خفن و عجیب و غریب و اینایی ندارن، ولی فضاشون هم اکثرشون ساختمونا قدیمی و این شکلیه، قدمت داره ولی باحاله. مثلا حالا این هتلی که ما هستیم، یکی این که توی داونتاون یا همون در حقیقت مرکز شهرشونه که بافت سنتی و قدیمی داره و خیلی خیلی جای زنده ایه. حالا اگه خواستیم بیاین شب تا صبح در هتل اومدیم بیرون همه جا قلقله و شلوغ و باحال باشه و بزن و بتره کن، اینجا هتل ماست. یه میدون تور داره توی محوطه‌اش. اینجا یه میدونی داره، موزیک زنده اون طرف هست، هر
مثلا یه نیم ساعت یه ساعت میزنن، بعد استراحت میکنن دوباره. 460 لاری بود شبی برای 2 تا اتاق و این از این هتل‌ها قیمت‌های مختلف دارن، بستگی هتل چیز داره، بستگی داره اینکه شما هتلتون چجوری باشه، چند ستاره باشه، باحال باشه نباشه، امکاناتش چی باشه و اینا همش تعریف‌های خاص خودشو داره. توی باتومی یه چیز خیلی جالبی که وجود داره، نه توی باتومی، باشگاه شراب رو نشون بدید. اینا البته باشگاه ویسکیه و مال جیمسونه و باشگاه ویسکیه، خیلی باحاله. باشگاه ویسکیه آبجو تا همچین باشگاهی عمل میارن، خیلی باحاله. اینجا برای دوستایی که خیلی اهل مشروب و دیرین کفلای حرفان عالیه. هر جایی، هر سوپرمارکتی، نمیدونم هر فروشگاهی برید بیا، همه مشروب دارن و مدل های مختلف. قیمتاش هم قیمت های خوبیه. سعی کنید اگر میخواید بزنید، توصیه میکنم مال خود همین گرجستان رو بخورید، چون اینا تولید هم میکنن، شراب تولید میکنن، نه ودکا تولید میکنن، نه مال مشروب خودشون خیلی باحال‌تر و گیرایی خوبی داره، کیفش خوبه، قیمتش هم خیلی ارزونه. داستانی که وجود داره اینه که هر تایمی از شب بیایم بیرون همینجوری شلوغ پلوغه و میتونید بشینید شام هم بخورید. یعنی مثلا 2 شب 3 شب هم بیاید بیرون میتونید شام بخورید. حالا
بعضی از رستوران ها اینجا ماشین ها خیلیشون دیزلیه و این شکلیه، صداشون اینه صدای کامیونه. حالا یه نکته وجود داره در مورد اینجا اینه که مثلا یه خیابونی از غذای حلال بهتون میده که اکثرا ترکی استانبولیه. یه خیابون مثلا بعضی هستن که خب بیکن خوک و فلان این حرفا میدن که خیلی هم خوشمزه است. دیگه نکته جالب اینه که اکسچنج هایی که اینجا داره یا همون دویز مثلا ترکیه یا اکسچنج تا 24 ساعت بازه. مثلا این ببینید الان یه دونه اینجا هست 24 ساعت این بازه و کلا این از این نظرها امکاناتش خیلی خوبه ولی قیمت ها بالاسیه چون ارزش پول ما نسبت به پولشون خیلی کمه. خیلی حالی نمی کنید، یعنی مثلا بخوای غذا بخوریم تو غذای معمول باید 25 لاری پول بدی که ضرب در 20,000 تومان 19,000 تومان بکنید 500,000 تومان پولشه دیگه. 50 چیز بخورید 1 تومان پولشه. یه ذره ایناش گرونه. کافه هایی باحال داره، همه چی هست. بریم سراغ ماشینا، ماشین بازی. توی گرجستان یک کشوری بوده که به هر حال کشور غنی نبوده. یکی از استانهای شوروی سابق بوده که بعد از اینکه چیز شده، بعد از اینکه شوروی فروپاشید اینجا تبدیل به کشور شد و مستقل شد. خب توی این کشورهای شوروی خیلی چیز بود، سیستمی شکلی بود که مثلا تو گرجستان یه چیزی تولید میشد، یه قطعه‌ای مثلا توی فلان کشور یه چیزی تولید میشد و اینا با همدیگه در ارتباط بودن، میتونستن این زنجیره رو حفظ بکنن و در حقیقت این شکلی بود که صنعت میچرخید. ولی تو گرجستان وقتی که مستقل شد فقر خیلی زیاد شد و دزدی و خیلی کشور ناامنی بود، چون کشور فقیری بوده خیلی خوب توش دزدی و ناامنی هم زیاد بود تا اینکه چند سال پیش یه رئیس جمهوری میاد سر کار رو درست میکنه کشور رو. الان کشور امنی شده، صنعتش رفته درآمدزایی بیشترش به سمت توریسم و علیرغم اینکه به لحاظ توریستی خیلی تونستن خوب جلو برن ولی مردمش آدمای سردیان، خیلی با گردشگران نمیجوشن و خیلی با هم آدمای بی‌حاشیه‌ای ان ولی خب خیلی هم آدمای باحالی نیستن. ولی خب همه جا زنده است. کلا بیشتر ماشین هایی که وارد می‌شده ماشین های دست دوم اروپایی بوده، ژاپنی بوده. بیشتر از کشورهای دیگه اروپایی ماشین های دست دوم می آوردن برای اینا. الان نمونه‌هاش هست دیگه، مثلا این هوندا فیتی که ببینید فرمون راسته، مثلا این ماشین ببینید این فرمون راسته و احتمالاً مثلا ژاپن اومده یا از یک کشوری مثلا انگلیس اومده یا کشورهایی که به هر حال فرمون راست بودن. خب بعد این طرف میایم جلوتر این پریوس میشه فرمون چپ. خب و فکرشو بکنید توی خیابوناشون، توی جاده هاشون فرمون راست و فرمون چپ همشون با هم دیگه در کنار هم خوبی و خوشی رانندگی میکنن و نمیدونم داستان تصادفاشون چی جوریه، بیمه چی کار میکنه، حق با کیه، حق با بره پیاده است البته همیشه ولی حق با کیه اینا نمیدونم ولی این شکلیه. ماشین دست دوم می آوردن. الان یه چند وقتی هست این صنعت توریسمی که رونق گرفته، خب بیزنساشون هم اوکی شده و وضعشون خوب شده. ماشینای گرون می‌بینید تو خیابوناشون، بنز مثلا زیاده، نمیدونم خیلی بنز دوست دارن، بنز خیلی زیاده. ببینید الان همینجوری از اون جلو نگاه کنید حداقل توی خیابون ما یه راسته 206 می‌بینیم 10 تا، این توی راسته مثلا 10 تا بنز می‌بینیم. بعد دیگه سیستم کلا این شکلیه و دارن همه کنار هم دیگه فرمون راست و فرمون چپ رانندگی میکنن و زندگی میکنن. ماشین‌های دست دوم همچنان میاد، ماشین‌های 0 کیلومتر هم دیگه زیاد میاد. قبلا ماشین 0 کیلومتر خیلی نمیدیدیم ولی الان ماشین‌های 0 کیلومتر زیاد میاد، ماشین‌های مدل بالا زیاد میاد. قبلا مثلا ماشینا همشون چیز بودن، همشون بیشتر کار کرده بودن و در حقیقت بعضیاشون هم خیلی در بوداغون بودن. قیمت‌های خیلی پایینی هم داشتن. سال 2014 که من اومده بودم تفلیس، یکی از دوستان
اینجا زندگی میکرد. یه دونه اوپل کادک بود اگر اشتباه نکنم خریده بود، $2200 و مدل سال 2003 بود. خیلی قیمت پایین داشت. موقع دلار تو کشور ما هنوز قیمتاش نجومی و عجیب غریب نشده بود. گفتم اینم بهتون بگم که بدونید. ببینید الان مثلا یه نمونه بنز، یه بنز جیلی اگر اشتباه نکنم اینجاست و این دیگه همش خیلی بنز دوست دارن. ما برنامه‌مون این شد که فردا بریم سمت، حالا احتمالاً بریم سمت تفلیس. اون روستا رو که نرفتیم، بعد از باتومی بود که نرفتیم دیگه، موندیم باتومی چون هتل باحالی بود. حالا بریم سمت یا میریم سمت تفلیس یا مستقیم از یه راه دیگه میریم سمت مرز. اونم مسیرشو بهتون میگیم که چیکار بکنیم که مسیر کوتاه‌تری رو بریم و مسافت کمتری تو راه باشیم، چون اگه بخوایم بریم تفلیس 7-8 ساعت تا تفلیس فقط راه داریم. Que va cambiando tu vida, una bolita de nada te vuelve loca, loca y bebida, agua de brisa y unas gotas de rosa y una aceituna sabrosa y de loca que esa es la bomba, muévete de vida que me vuelve loco, que por echarita de la bomba estás, gozadita, cosa mona, sube, súbeme la bomba, اگه هنوزم ما رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، ولی ویدیوهای من دنبال کنید. سفرنامه‌های زیادی دارم. بعد از اینجا احتمال خیلی زیاد میرم فرانسه، بعد از فرانسه میرم چین، احتمال اینکه برم ژاپن هم هست. ولی شما سفرنامه منو دنبال بکنید، ولی بیشتر نکاتی که میگم ماشینیه دیگه.
رفتیم لب ساحل. این سگه هم با ما اومده و اصلا با ما همراه شد اومد هتل ما دیگه. جا نداریم بریم پیش خودمون میبردیمش. چقدر هم توپل مپله. اینم خریدیم الان یه تیکه بهش بدیم. آقا اومدین گرجستان یکی اینکه حتما آبجو بزنید. آبجوهاشون نابه. کلا مشروب اینجا چیز دیگه. کشور مشروبه. بعد حالا مثل ارمنستان سوسیس کالباساش خفن نیست ولی اینجا سوسیس کالباس خفن داره. ما هم دیگه رفتیم تو ماشین چاقو رو آوردیم یه دونه زدیم روی ریز بزنیم. ما حالا شام خوردیم ولی گفتیم یه ذره هوسونه است. به این بنده خدا هم بدیم. سعی. سینا فقط دستتون یه ذره شد. نه دیگه. پوست کن. از اون قرار بود. آها اینجوری بود. این میدونی که باید یه رو آتیش بیا بیا نوش جونت خورد حالشو بود نوش جان دورش رو باز کن دورش رو باز کنی I think about you every day and night. A million reasons why I can't get you out my mind. I wish that I could just rewind the time. 'Cause every time I look around, you're never there, you're never there, there. I think about you every day and night. A million reasons why I can't get you out my mind. I wish that I could just rewind the time. 'Cause every time I look around, you're never there, you're never there, there. Be careful. چرا میترسی؟ یه جونه پای روی آب برگه این همینطور فاجیدی سلطانه
بخوای بپری اگه میترسی خب دوستان، از باتومی داریم خارج میشیم بریم به سمت تفلیس. شخصا که هیچ علاقه ای توی گشتن تو گرجستان ندارم واقعا. لذت نمیبرید دیگه، انقدر انرژی منفی داره این گرجستان که حد و مرز نداره. دلیلش هم اینه که انقدر من دایرکت گرفتم تو این 2-3 روزه از این که تو گرجستان پلاک ایرانی ببینن اذیت میکنن، نمیدونم. و واقعا اصلا حالا ایرانی که سر جای خودش کلا با گردشگرد مشکل دارن، یعنی آدمای عجیب غریبی ان، خیلی بی‌تربیتن، واقعا اصلا برخورد با آدم‌ها رو بلد نیستن. یعنی جالب بود الان یه آقا خانومی اومدن خارجی بودن اونا، حالا نه ترک نمیدونم، شاید هم ترک بودن، پلاکشون رو دقت نکردم ولی اومدن مثلا تو پمپ بنزین و خیلی بد باشون رفتار میکرد چون نمیتونستن با هم برخورد بکنن. طرف گفت انگلیسی بلدی؟ میگفت آره. بعد اعداد ترکی میخون. خب بابا تکلیفتو روشن کنه، بلد نیستی بی خود میکنی بلدم. و کلا سیستم این شکلیه. از ما هم تو پمپ بنزین مشکل داشتیم دیگه، ولی خب مثلا مجید بود اونجا، حالا این انگلیسی نمیتونستن بگن، ترکی میتونستن بگن، اعدادشو این میگفت، بقیه چیزاشو ما میفهمیدیم و کار حل میشد. ولی واقعا تعطیلن. بعد دیگه جاده ها میای تو گرجستان میبینی دیگه، یعنی اصلا ترکیه میای تو گرجستان میفهمی که با جاده ها دیگه تعطیله. 40 لیتر بنزین زدیم شد 111 لاری که باز هم میگم میتونید ضرب در 19 بکنید، عددش رو به دست بیارید و حدود 2 خورده شده. و اینکه کلا میگم زودتر دوست دارم از این گرجستان خارج شم. الان دیگه افتادیم توی جاده ای که همش جنگله، این رودخونه مودخونه‌های ریز و درشت هم داره ولی دیگه جاده جنگلی میشه. و حالا بریم ببینیم تفلیس رو شب بمونیم، صبح بریم مرز، چون واچیک توی ارمنستان منتظر ماست. قرار بود که امروز برسیم به مرز، ولی صحبتی که کردیم دیدیم که اگر بعد از ظهر برسیم یه ذره خسته میشیم. گفتیم ترجیح اینه که صبح برسیم به یعنی دیگه 1 ساعت از تفلیس تا مرز راست. گفتم دیگه صبح بریم و به کارمون برسیم، سرحالتر هم هستیم، یه راست بریم برای کمپ کردن و حالشو ببریم دیگه. من واقعا مشتاق‌ترم که بریم ارمنستان. یکی اینکه واچیک اونجاست، 2 اینکه ارمنستان کشور باحالتری، آدم‌های کولتری داره و من نمیدونم ایرانی‌ها چرا اومدن اینجا سرمایه‌گذاری کردن. مثلا چیه گرجستان پشتون اومده؟ انقدر ما بدبخت شدیم که به خاطر یه شلوارک پوشیدن و به خاطر یه 2 تا مشروب خوردن، یه ذره آزادی، واقعا یه ذره سر سوزن آزادی، پولامون رو حیف و میل میکنیم توی همچین کشورهایی که واقعا هیچ چیزی ندارن، میایم سرمایه گذاری میکنیم، تهش هم به اون وضعیت فاجعه بار سرمایه‌مون رو بذاریم توی کشورها و بریم دنبال کارمون. یعنی عملا پولمون رو دور ریختیم دیگه. کاری که بلایی که گرجستان سر ایران آورد. کاری ندارم که به هر حال یه سری ایرانی هستن میان هر جا برن گندکاری‌های خاص خودشون رو دارن و دارن وجه ایرانی‌ها رو خراب میکنن. همه جای دنیا، نه اینجا نه دبی، نه همه جای دنیا یه تعداد ایرانی میرن و کلا وجه رو خراب میکنن دیگه. ولی واقعیت داستان اینه که اینجا هم جایی نبود که خیلی
جای مناسب و جالبی باشه به نظر من. ولی الان داریم یه جاده جنگلی رو میریم، محدودیت سرعت 70 کیلومتر. الان حداقل جاده بد نیست، ولی به حال این میبینید دیگه تکون داره. توی ترکیه همچین چیزایی رو نمیدیدیم. در مورد ورود به گرجستان خب قبلا توضیح دادم که ما چجوری اومدیم، ولی حالا خیلی میپرسیدن و خیلی هم تذکر دادن که این شکلی نیست. یعنی ببینید ما توی مرز اصلا نگشتنمون، وسایلمون هم بیرون نریختم، اصلا شبیه مرز ترکیه نبود واقعا. نه وچر هتلمون رو چک کردن، نه پول تو جیبمون رو چک کردن. اما خیلی از دوستان اومدن گفتن که من تو ویدیو هم گفتم نمیدونم مال ما اینجوری بوده، حالا به هر حال احتمالاً وقتی پاسپورت شما رو میگیرن میبرن یه رو چکش میکنن به هیستوری سفر رو نمیدونم احتمالاً سیستمی چک میکنن آقا این کجا اصلا تو همین سفری که اومده کجا رفته چند روز مونده و اینا در میارن دیگه. حالا احتمالاً اونم نمیدونم ولی به طور کلی همه دوستان دایره دادن گفتن آقا ما با پرواز که اومدیم وچرای هتل رو بلا استثنا چک کردن، این رندوم هم حتی نبوده، بلا استثنا وچر هتل رو چک کردن، بلا استثنا پولای تو جیب رو چک کردن. حتی تو فرودگاه ایران گفتن آقا پولاتون رو تقسیم کنید، اگه زن و شوهری پولاتون رو تقسیم کنید، دسته یه نفر نباشی که گیر و گور نخورید. یعنی این چیزا رو داره، ولی برای ما اینجوری نبوده. حالا خیلی صریح و شفاف بگم که ما اصلا این مشکلات رو نداشتیم. همون یوروپی که پاسپورتمون، یوروپ هم کمتر 10 دقیقه‌ای که پاسپورتمون دستشون بود که رفتن چک کردن اومدن بهمون دادن، همین، هیچ چیز دیگه ای اما نخواستن. گفتم اینم بهتون بگم. ترکیه این شکلیه. ترکیه هم واقعا از این نظر همه اتوبان‌ها هر 5 کیلومتر 10 کیلومتر یه دونه پمپ بنزین رو دارن، سرویس بهداشتی رو هم دارن. حالا بعضیشون سوپرمارکت دارن که اکثرشون تقریبا شاید مثلا تعداد محدودی نداشته باشن. ولی جالب اینجاست که تو گرجستان اون مسافتی رو که از چیز داریم میایم، فکر کنم حالا 100 کیلومتر اومدیم دیگه، هنوز چیز ندیدیم، هنوز پمپ بنزین ندیدیم. خیلی جالبه و عجیبه که خودشون چیکار میکنن. مثلا حتی با که پر رو بیفتن برن سفر دیگه، مثلا با که یه ذره خالی تر باشه به چالش میخورن. خب دوستان بعد از چند صد کیلومتر مسیر رسیدیم، چند صد کیلومتر که 100 خورده کیلومتر مسیر اومدیم، رسیدیم به جایی که یه اقامتگاه پمپ گاز داره، پمپ بنزین داره، نمیدونم سرویس بهداشتی خیلی تر و تمیز داره و از همین مهمتر این که ایستگاه شارژ داره که کسایی که ماشینشون برقیه میان ماشینشون رو میذارن اینجا، شارژ میشه ماشینشون. یه مارکتی اونجا داره که میرن حالا خریدشون رو میکنن، اینجا پیاده صندلی گذاشتن مردم استراحت بکنن، حالا کافی بخورن و اگر قرار باشه که حالا ماشینشون احتمالاً یه 2-3 ساعت اینجا 2 ساعت اینجا ماشینشون شارژ میشه، بعد ادامه مسیر میرن جای خیلی تمیز و درست حسابی. حالا بریم مارکت اون تور رو هم ببینیم چی جوریه. و یه مسئله خیلی جالب این که ما توی همه این مسیری که با این T8 اومدیم اصلا کمرمون خسته نشد. من داشتم به این فکر می‌کردم که چرا تو ایران پس انقدر اذیت میشم،
متوجه شدم که آقا اینجا اصلا سرعتگیری وجود داشته توی این مسیری که ما تو ترکیه اومدیم گرجستان، سرعتگیری وجود داشته، نه چاله چوله‌ای بوده، اصلا تکونی نداشته باشین که اذیت بشین. و حالا گرجستان هم که حتی جاده‌هاش باز خرابه، باز هم به خرابی ایران نیست، باز هم توش اصلا تکون و مکون خیلی زیاد نمیفهمید. و فکر میکنم با اینکه صندلیاش من قبول دارم که صندلیای ناراحتیه، ولی توی این مسیر اصلا اذیت نشدم. خب دوستان، توی این اقامتگاهی که اومده بودیم تو کشور گرجستان یه T8 دیدیم و پلاک گرجستان هم هست. رنگش خاکستریه. ما رنگ خاکستری تو ایران یه دونه فکر کنم داریم، خیلی تعدادش یعنی یه دونه است، کمه که یه دونه است. و اینکه از این رنگ‌ها انبوه تولید نمی‌کنیم، سفید و مشکیه و آبی و قرمز، اونم تعداد کم. تفاوتاشو بهتون بگم که تو قسمت عقب به غیر از نوشته‌ها که توی مدل ایرانی تو مدل‌های بالاتر تغییر کرده تفاوتی نداریم، به غیر از اینکه این دوربین دادن عقب نداره، جاش لوگوی جک گذاشتن. و اینکه رینگاشون با رینگای نمونه‌های توی ایران چه مدل‌های اول چه مدل‌های بعدی فرق داره. و اینکه قسمت جلوش هم دیگه لوگوی KMC نیست، لوگوی جکه و جلو پنجرهش مشکیه و اون جلو پنجرهش کرومیه. صندلیای داخل ماشین هم مدل ایرانی مشکیه ولی این چیز چرمیه، ولی این پارچه‌ایه و به نظرم خیلی هم باحال‌تر از مدل‌های چرمی، چون چرم با کیفیتی که نیست، عرق میشیم دیگه. گفتم اینم پلاک گرجی بود بگیرم براتون، خالی از لوت نیست. حالا دوست داشتم صاحبشو ببینم اینم چنده اینجا، ولی خب حالا پیدا نکردیم صاحبشو. رسیدیم تفلیس و میریم شب تفلیس میمونیم. بعد از تفلیس دیگه فردا صبح زود راه میافتیم و میریم سمت مرز ارمنستان. الان داریم میریم که جایی که گرفتیم رو بریم اونجا. و اتفاق جالبی که افتاد، مصرف سوختمون تو جاده خیلی پایین بود، تو 108 بود، الان تو شهر شده 187. حالا تو شهر یه چند دقیقه از تو شهر داریم رانندگی میکنیم. یعنی واقعا بنزین با اکتان خوب داره معجزه میکنه. تو T8 که به مصرف سوخت بالا مشهور شده، الان ما داریم 108.5 87 82. من تو جاده البته مسیر شیب داشت به سمت، در حقیقت شیب داشت و راحت داشتیم، سرپایینی بود، یه جورایی داشتیم میمادیم. عدد 6 و 2 و 3 میدیدم تو جاده که خودش خیلی عدد عجیب و غریب و جالب بود. من اصلا فکر نمی‌کردم یه روزی کدوم برم راست، فکر نمی‌کردم یه روزی همچین عددایی رو تو T8 ببینم. ولی واقعا اکتان بالا. این چیکار می‌کنه؟ تازه ما توی گرجستان اکتان 92 رو هم تست کردیم، تو ترکیه 95 زدیم، توی گرجستان اکتان 92 زدیم. فردا هم بریم سمت مرز ارمنستان و واچیک هم میاد دنبالمون. میخوایم یه 3-4 روز ادونچر بریم تو طبیعت ارمنستان حال کنیم. واچیک یکی از قدیمیای ورزش اتو ایرانیه، قهرمانای رالیه و الان هم توی ارمنستان حسابی داره میبرم بالا. تو ارمنستان هم حسابی داره توی طبیعتگردی و کمپینگ و اینو میترکونه و توی فدراسیون ارمنستان هم یه سمت هایی داره، فدراسیون اتومبیلی ارمنستان، که حالا اونجا من خودم دیگه دقیق میپرسم ازشو بعد میگم بهتون دیگه. ولی یه 3-4 روز میخوایم سنگین بریم چالشی طبیعت ارمنستان رو بچرخیم. این دیگه میشه اون ماشین بازی جذابی که من دوست دارم. تا حالا سفر بود، عشق و حالی بود، آسفالت بود، یه تیکای کوچیکی ترابزون جنگلی منگلی بود، اونم نه چالشی. از این به بعد یه فضای چالشی میشه، چون واچیک هم یه توییتای فوررانر داره، ماشین مورد علاقتون. توییتا
تریتای مورد علاقه شما با ما همراه باشین که بریم و حال کنیم. یا اولفر همه زرد هیچ راه جایگزین نداشت. نزدیک‌تر نمی‌دونی منم مثل خودت قلبم از این دلتنگی سیره منم بی تو با چیکار میکنی اما؟ آب آره بعد نمی‌بینی آب خنک. دان برجومی هم اینجاست اینا. یه آب نمیخوام برجومی خودم میخورم و حتی برجومی چرا برجومی گرم شد؟ برجومی به چخ رفت. سلطان به چخ دادن‌های بلا منازع. چیز میخواد مسیر مرزی رو هم ببینید چه شکلیه. اینا مسیر مرزی مرز گرجستان به ارمنستانه. آقا گرجستان واقعا کشور چیزیه مزخرف. میگم گرجستان کلا کشور عجیب غریبیه و خیلی هم مزخرفه. برای همینه سر مرز گرجستان میگن که ما چیز نمیخوایم، میگه بیمه نمیخوایم. از پلیس پرسیدیم میگه بیمه نمیخوایم. بعد اومدیم میگه بیمه. میگم آقا رفتیم حتی بانک تی بی سی بانک هم رفتیم گفتن بیمه نمیخواد، اجباری نیست، اختیاریه. بعد 100 لاری جریمه‌مون کردن. منم راستش بخوای جریمه ندادم و البته رو پاس هم خورده. حالا چه اتفاقی میفته نمیدونم ولی 100 لاری جریمه‌ام کردن دیگه. حالا بعداً گیر بکنم و نمیدونم ولی به هر حال الان تو پاسم 100 لاری جریمه یه گرجستان هست. بالاخره با چی دیدی؟ بعد یه هفته امروز میام فردا میام اومدیم. آره انشالله که با این میخوایم میاد توییتا میاد این مسیرهایی که میخوایم بریم. امید به خدا، امید به KMC. دارم میرم فقط یاد بگیرم چیکار میکنم. تصمیم آوردم دارم میرم فقط یاد بگیرم چیکار میکنم.
حالا درسته چیزه توییتر ضعیفه ولی خب رانندگی اون چیزو میبره توییتر رو درد خیلی جالب.